خب من این در واقع منو رو اگر به سمت پایین باز بکنم با کلیک کردن، می‌بینید که اونجا یه گزینه دیگه‌ای داریم به نام Extended Primitive. Extended Primitive به معنای حجم‌های هندسی افزوده هست. Extended به معنی افزوده. ببینید اینجا حجم‌هایی رو در اختیار ما قرار میده که ویژگی‌های یه مقدار بیشتری نسبت به حجم‌های اولیه دارن. خب من اینا رو انتخاب میکنم و همه رو پاک میکنم و بیایم چند تا از اینا رو با هم دیگه بررسی بکنیم. من اون قسمت‌های مهمش رو بررسی میکنم، اما به خاطر اینکه زمان رو حفظ بکنیم دیگه چیزهایی که خیلی جنبه تکرار دارن رو نمیگم. اولین قسمتی که داره چمفر باکس هست. ببینید چمفر به معنای پخ هست، یعنی گرد شدن لبه‌های چیزی. ببینید این چه جوری ساخته میشه. من کلیک درگ میکنم، بنای این باکس یا جعبه ساخته میشه. موس رو رها میکنم، به سمت بالا میام و ببینید که تا اینجا دقیقاً شبیه باکس قبلی ما هست. اما اگر که کلیک بکنید و موس رو کمی تکون بدید، متوجه میشین که لبه های این آبجکت داره آهسته گرد میشه به اندازه‌ای که شما موستون رو دارین حرکت میدید و وقتی که کلیک میکنیم ساختش پایان پیدا میکنه و حالا رایت کلیک میکنیم و از ابزارمون هم خارج میشیم. خب من رنگ بهتری رو از سربرگ مودیفای برای این انتخاب کنم تا دید بهتری داشته باشیم. بریم و پارامتراشو بررسی بکنیم. خب خیلی ایده‌ای مشابه باکس معمولی ما داره، طول و عرض و ارتفاع داره، اما قسمت جدیدش قسمت فیلتش هست. چمفر باکس گزینه‌ای به نام فیلت داره که این کلمه چمفر و فیلت هر دو یک معنی دارن، به معنای پخ خوردن لبه ها. میزان اون پخ رو شما از اینجا به راحتی میتونین کنترل بکنین اگر افزایشش بدین یا اگر خیلی کاهشش بدین. و وقتی از دور نگاه میکنین ببینید که اینجوری یک باکس خیلی شکیل تر داریم که انگار رو دیتیلش خیلی کار شده. اون لبه های نرم و این هایلایتی که روی این گوشه ها میفته، چقدر این هایلایت ها کارو زیبا میکنه. خب تعداد سگمنت های رو هم که داره، دقیقاً ایده مشابهی با تمام داستان های قبلیمون داره، اما تنها سگمنت جدیدی که اینجا میبینید نوشته فیلت 6 به معنی تعداد سگمنت هایی که توی فیلت به کار میره. اگر احساس میکنید که اینا کمی پله پله هستن، من تعداد اینا رو افزایش میدن و ببینید که چقدر اینا داره نرم میشه. خب بریم و یک مورد دیگه از اینا رو نگاه بکنیم. من دوست دارم که برای شما چمفر سیلندر رو بگم. کلیک میکنم و میام اینجا و بعد کلیک درگ بکنیم. کلیک درگ میکنیم، ابتدا بنای این سیلندر ساخته میشه، موس رو رها میکنیم، ارتفاع سیلندر ساخته میشه و باز هم میبینید که اینجا کاملا ایده مشابهی با سیلندر معمولی ما داره. اما اگر کلیک بکنید و کمی موس رو حالا تکون بدیم، میبینید که دوباره این یک پخ رو برای ما اضافه میکنه. من کلیک راست میکنم، از ساخته این خارج بشیم، آلت و کیو رو میزنم تنها ببینیمش، به سربرگ مودیفای بریم و ببینید که پارامترش چقدر شبیه سیلندر معمولی ماست. شعاع داره، ارتفاع داره و قسمت فیلت مجددا مشخص میکنه که این پخی که زدیم چه مقدار ضخامت داشته باشه. اون پخ من میتونم پخ خیلی خیلی زیادی رو براش در نظر بگیرم یا پخ بسیار کمی رو. خب این به صورت پیش‌فرض سگمنت های مربوط به فیلت سگمنت رو، یعنی سگمنت های این رو به حد اقل ممکن رسونده. اگر اینو افزایشش بدین ببینید که چقدر تمیز و زیبا این تعداد سگمنت ها رو افزایش میده و اینجا چقدر منحنی تمیزتری رو من به نسبت دارم میبینم. و حالا سگمنت های پیرامونش هم میتونیم افزایش بدیم. اگر که سایت سگمنت رو من افزایش بدم، ببینید که کیفیت یک چمفر سیلندر و اون جزئیاتی که تو لبه این وجود داره چقدر کار ما رو جذاب‌تر میکنه. خب من از حالت ایزولت خارج بشم، مجدد به سربرگ کرییت برمیگردم و یک آبجکت دیگه هم از اینها ببینیم به نام جنگان. من اگه کلیک درگ کنم میبینید یک سطح مقطع به خصوص 5 ضلعی رو میسازه. موس رو رها میکنم، ارتفاع میتونیم بهش بدیم و اگه یک بار دیگه کلیک کنیم میبینید که میتونه یک پخ یا یک چمفری روی اون لبه هایی که خودش داره اعمال بکنه. خب من کلیک راست میکنم و ساختش رو پایان میدم، به سربرگ مودیفای میرم و میبینید که در قسمت سایت تعداد اون لبه هایی که میتونه تولید بکنه رو تعریف میکنیم. مثلا یک 5 ضلعی رو شروع کنه به عنوان سطح مقطع داشته باشه. ریدیوس ضخامت اون رو تعریف میکنه. فیلت تعریف میکنه که این قسمت لبه های این جنگان چه مقداری فیلت یا در واقع پخ بخوره. اگر من اینو کمش بکنم ببینید که به چه صورت داریم این موضوع رو کنترل میکنیم. و هایت هم طبیعتا ارتفاع اینو برای ما میده و در قسمت سگمنت ها طبیعتا ابعاد مختلفش و سگمنت هاشو تنظیم میکنه. اما قسمت فیلت سگمنت برای ما جذابه. موقعی که اونو افزایش میدیم ببینید که چجوری لبه های بسیار تمیزی رو این در اختیار ما قرار میده. خب من فقط 3 عدد از اینها رو بررسی کردم برای شما و ایده بقیه اونها هم مشابه هم هست و من اینجا سعی میکنم که زمان رو حفظ کنم و به اینا ما پایان بدیم. بریم سراغ بخش بعدی در این منو که نامش هست AEC Extended.
خب مگر که این دکمه رو بزنم ببینید که گزینه‌های جدیدی در اختیار ما قرار میده. بذارین قبلیایی که داشتیم رو پاک کنیم، ویوپورت خلوت بشه. در این قسمت دو بخش بسیار جذاب وجود داره. اول فولیج. ببینید فولیج در واقع عناصر گیاهی رو در اختیار ما قرار میده. در لحظه که اینو فعالش میکنی اینجا یک لیستی از انواع و اقسام درخت‌ها و بوته‌ها رو میذاره که من به عنوان نمونه به خاطر اینکه معرفی کرده باشیم یکی از اونها رو انتخاب میکنم و اجراش میکنم تا ببینید چه پارامترهایی داره. خب فقط کافیه که یک تکلیک کنید تا این درخت رو برای شما بسازه. ببینید که به صورت پیش‌فرض سایز بسیار بزرگی هم داره. خب من عقب میرم برای اینکه بتونیم تنظیمات این رو ببینیم. به سربرگ مودیفای بریم، تا قبلش از ابزارمون خارج بشیم کلیک راست میکنم، به سربرگ مودیفای میرم و بیایم پارامتراشو بررسی بکنیم. بعد بهتون بگم که تمام اون گیاها پارامترهای کاملا مشابهی رو به همین شکل دارن، اما فقط فرم های متنوعی رو در اختیار ما قرار میدن. خب اولین چیزی که داره هایت این درخت هست، این درخت چه ارتفاعی داشته باشه. مسئله بعدی چگالی این درخته. میبینید وقتی اینو کم میکنم تعداد برگ ها داره کاهش پیدا میکنه. خب میتونید کارو بکنید، مثلا درختی که در یک فصل برگریزان و خزان بوده یا اینکه با حداکثر تعداد برگ‌هاش. قسمت پرونینگ به معنای هرس کردن هست. اگر که شما اینو آهسته آهسته افزایشش بدین ببینید که شاخه های پایین کم کم کاهش پیدا میکنه و متمرکز میشن به اون سمت بالا. قسمت بعدی که نوشته شده سید یک عمل کامپیوتری بسیار مرسوم هست. تصور کنید که من با استفاده از شیفت تعدادی کپی از این درخت تهیه کنم. قبلش اجازه بدین یک گزینه رو من اینجا فعال بذارم. تعداد کپی از این درخت تهیه کنیم. وقتی که از فاصله زیادی نگاه میکنیم یک اثر کامپیوتری تکرار شده رو ما داریم میبینیم. خب اگر یکی از این درخت‌ها رو انتخاب کنم و شروع کنم روی این کلمه نیو در مقابل سید کلیک کنم، ببینید که یک نوع تنوع ساختاری رو در اون درخت برای ما ایجاد میکنه و با این تکنیک ما میتونیم اون اثر تکرار کامپیوتر رو از بین ببریم. وقتی که هر بار روی این کلیک میکنین یک فرم جدیدی از اون درخت رو در اختیار من قرار میده. خب من مابقی رو پاک کنم، با زدن دکمه دیلیت درخت رو انتخاب بذارم. بریم ببینیم قسمت‌های بعدی شامل چه چیزایی. لیوز به معنای برگ‌هاش هست، میتونید کلاً برگ‌ها رو پاک بکنید. قسمت فرویت و فلاور خب طبیعتا این گل و میوه نداره. ترانک به معنی تنه درخت هست، میتونید تنش رو پنهان بکنید. برانچ شاخه‌هاش، اگر این از خیلی دور داره دیده میشه بهتره که اون برانچ ها رو پنهان کنیم تا ویوپورت ما طبیعتا سبک‌تر بشه، چون اصلا اون از فاصله دور اون شاخه‌ها نمیتونن دیده بشن. و بعد روت داره که طبیعتا این درخت الان شامل روت نیست. قسمت بعدی که به صورت پیش‌فرض روی اولین گزینه هست نوشته شده ویوپورت کانوپی مود. این به این معنیه که وقتی که شما درخت رو انتخاب دارید بیشترین میزان دیتیلش رو به شما نشون بده، تمام عناصر سازندش رو. اما وقتی دیسلکتش میکنین 3D Max میخواد که ویوپورت شما رو سبک نگه داره. به هم دلیل اون عناصر بسیار ریز که سنگینی زیادی برای ویوپورت دارن رو با یک عنصر عمومی که شبیه به بیشتر یک سطح صاف هست رو جایگزین میکنه و این یک ویژگی فقط در سیستم فولیج 3D Max. اگر که سلکت باشه از کار میفته، اگه دیسلکت باشه میبینید که اون ویژگی میاد و شما میتونید اینو بزنید روی always، یعنی همیشه این درخت رو به این شکل نشون بده، یا بزنید روی never، هیچ وقت اینجوری نبینیم حتی موقعی که دیسلکت هست. خب حالا من اینو روی حالت استانداردش میبرن و اون قسمت پایین هم level of detail اگه اینو رو لو بذارید میبینید کیفیت ساختاری عمومی این مدل کاهش پیدا میکنه. میدیوم اندکی اوضاع رو بهتر میکنه و وقتی روی های میرین میبینید که شاخه ها برمیگردن و کمی هم جزئیات روی تنه این درخت افزایش پیدا میکنه. خب من برمیگردم تو سربرگ مودیفای و این توضیح رو بهتون بدم که تمام پارامترهای دیگه برای درخت‌ها و بوته‌های دیگه که اینجا وجود دارن مشابه هم هستن. من خواستم فقط یک ایده اولیه رو برای شما در مورد فولیج مشخص بکنم. بریم و درسمون رو ادامه بدیم با گزینه وال، آخرین گزینه که میخوام توضیح بدم در قسمت AC Extended. اجازه بدین من درخت رو پاک بکنم و 3D Max میتونه برای شما عناصری به عنوان دیوار یا وال بسازه. وقتی اون رو توی ماوستون فعال میکنید شما کافیه که فقط کلیک کنید و ببینید که چجوری یک سری دیوار کشی هایی ساخته میشه و لحظه که دارین اینو جابجا میکنید به این سطح مقطع اتصال دیوار نگاه کنید. موقعی که ما کلیک میکنیم اون سطح مقطع رو خودش پر میکنه و این از ویژگی‌های خوبیه که در ایجاد سازه‌های معماری ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر که کلیک راست بکنیم ببینید که ساخت اون پایان پیدا میکنه و ما میتونیم بریم تو سربرگ مودیفای و ببینیم که چه بخشایی داره. در سربرگ مودیفای شما کافیه که زیر مجموعه وال رو فعال بکنید و بعد میبینید که اگر به ورتکس ها دسترسی پیدا کنید اونجا عنصری داره به نام ورتکس. اگه اینا رو جابجا بکنید میتونید که دیوارهاتون رو اصلاح بکنید. من کافی آلت و ایکس رو بزنم که داخل این آبجکت دیده بشه و اینجوری خیلی راحت تر روش تسلط داریم. میبینید که در گوشه های دیوار
دیوار چیزایی به نام ورتکس وجود داره، نامش اینجا مشخصه، قابل ویرایش میشه. اگر که به قسمت سگمنت بریم، شما عناصر تکه تکه این دیوارها رو دونه دونه میتونید انتخاب بکنید و بعد وقتی این کار رو میکنید میبینید که ضخامت اونا در پایین قابل کنترل. کافیه من ویت اینو تغییر بدم میبینید و یا هایت اینو تغییر بدم ارتفاعش تغییر میکنه و به این صورت میتونید دیوارتون رو ویرایش بکنید و کامل تر بکنید. اما من این در واقع توضیحات رو در همین جا پایان بهش میدم، چون بیشتر از این فعلا در حیطه درس ما نیست و بعد در درس بعدی ویژگی‌های مربوط به پنجره و پله‌های 3D Max رو ما با هم بررسی میکنیم. در این درس بخش کامند پنل رو از طریق سربرگ کرییت، جیومتری و باز کردن لیست مربوطه در قسمت دورز ادامه میدیم. این دورز یا درهای 3D Max 3 عنصر یا 3 فرم مختلف رو در اختیار ما قرار میدن. خب من یکی از اونها رو به عنوان نمونه توضیح میدم، از اونجایی که پارامترهای مشابهی دارن به خاطری که زمان رو صرفه جویی کنیم دیگه اون دو تای دیگر رو به صورت کامل بررسی نمی‌کنیم. خب من در اول رو نامش از پیوت انتخاب میکنم. نحوه ساختن این درها به این صورت هست که شما ابتدا کلیک درگ میکنید، پهنای در ساخته میشه، موس رو رها میکنید و الان دارین عمق در رو تعریف میکنید. من عمق خیلی زیادی براش نمیذارم، مثلا این مقدار رو برای عمق در تعریف میکنم، کلیک میکنم و حالا اگه موس رو تکون بدی میبینی که ارتفاع در واقع قابل تعریفه، به بالاترین حدی که دوست داریم میایم کلیک میکنیم و ساخت در پایان پیدا میکنه. خب من جی رو میزنم براکت بره، کلیک راست بکنیم که ساخت در پایان پیدا بکنه و یک رنگ بهتری رو از سربرگ مودیفای براش انتخاب میکنم. F4 رو هم بذاریم که عناصر سازنده در رو بهتر بتونیم ببینیم. در سربرگ مودیفای شما دسترسی دارین به این که ارتفاع در رو مجددا ویرایش کنید، همچنین پهناش رو ویرایش بکنید یا اینکه عمق این در رو که چقدر این عمق داشته باشه رو تعریف بکنید. امکانات دیگری رو هم میتونید فعال بکنید. دابل دور به این معنی که طبیعتا 2 تا در ما اینجا داشته باشیم. ببینید که اگر من ویتش رو افزایش بدم کاملا مشخصه که این خط ما رو داره 2 تا امکان داشتن 2 تا در کرد. قسمت فلیپینگ سوینگ میبینید که جابجا میشه، نحوه باز شدن در، یعنی الان ورودی در اینجا میشه، اگر که اینو بذارین میبینید که ورودی در از این ور میشه. و یک پارامتر جالب اینجا داره که میتونه در رو برای ما باز و بسته بکنه. وقتی که کلیک درگ میکنید میبینید که امکان اینو دارین که در رو باز یا بسته بکنید. اگر که از دابل دور استفاده نکنین طبیعتا یک در دارین برای باز و بسته کردنش. خب کمی پایین‌تر بیایم قسمت فریمینگ. این قسمت میتونه کار بکنه روی در واقع اگر که اینو تکون بدیم میبینید چجوری این کاوری که دور در هست، اون قاب در و ضخامت اون رو شما میتونید فریمینگ یا قاب ضخامتش رو تعریف کنید یا آفست در رو تعریف کنید که تو چه عمقی از اون قرار بگیره. من ادامه میدم میام پایین‌تر و قسمت تیکنس کار بکنیم. نوشته لیف پارامتر، من اینو تغییرش میدم. ضخامت خود در رو این بار ما داریم تعریف میکنیم. در پارامتر بعدی میبینید که چجوری اون کنده‌کاری های روی در ستایلز داره کنترل میشه. در این قسمت موقعی که ما اینو تغییرش میدیم میبینید که چجوری ارتفاع این کنده‌کاری از پایین ترین سطح میبینید که به سمت بالا میتونه بیاد. پنل هایی که ما اینجا داریم از طریق این 2 گزینه قابل ویرایشن که تعداد اون پنل ها چند تا باشه. میتونید پنل های افقی رو همینجا ترسیم بکنید. ببینید که چجوری در ما آهسته داره به یک در خیلی سفارشی تبدیل میشه. اگر دستور رو ادامه بدیم میبینید که ضخامت اون عناصری که این پنل ها رو میسازن میتونیم کنترل بکنیم. و بعد در قسمت بعدی پنل شما امکان دارین که اون عمق این در واقع پنل ها رو از طریق این تیکنس کنترل بکنید. و بعد اگر که به حالت گلاس نباشین، یعنی اینا الان به عنوان شیشه در نظر گرفته شده، به همین حالت گلاس رو داره. اگه بزنیم رو حالت بولت ببینید که اونجا انگار که چوب کار شده و یک سری کنده‌کاری های زیباتری رو اونجا برای ما ترسیم کرده. میتونی اونا رو ویرایش بکنی. میبینی که بول انگل اون کنده‌کاری های چوبی رو کنترل میکنه، این ضخامت اونها رو میتونه کنترل بکنه. یک ضخامت دیگری هم داریم به سمت داخل کنترل میشه و طبیعتا چندین ضخامت رو از اینکه کاملا کنترل داشته باشین روی اون کنده‌کاری برجسته‌ای که روی این در هست در اختیار ما قرار داده. اگر ما اینو کمی نازک‌ترش بکنیم اینجا بهتره و همچنین میتونیم تیکنس خود در رو هم کمتر بکنیم که بیشتر به این فرم بخوره، به این فرم بیشتر بیاد. و ادامه بدیم. من ویت و هایت دارم که میتونه کنترل بکنه که اون کنده‌کاری‌ها چقدر از پیرامون خودشون فاصله بگیرن در این راستا یا در واقع تکیه داخلی اونها رو هم کنترل بکنیم. و با چنین پارامترهایی شما میتونید یک در خیلی سفارشی زیبایی رو طراحی بکنید. اگرچه خیلی فانتزی نیست اما میتونه برای خیلی از کار ما جذاب باشه. خب من برمیگردم به سربرگ کرییت و در حد
اینکه شفاهن توضیح بدم که بای فولد به معنی دریه که به صورت آکاردئونی دوبار تا میخوره و سلایدینگ به معنی درهای کشویی هستن که ایده های کاملا مشابهی دارن و من به خاطر حفظ زمان و همچنین از این جهت که مصرف این درها خیلی کم هست و ما معمولا توی پروژه‌های انیمیشنیمون درهای ویژه‌ای داریم که توسط گرافیست طراحی شده و بعد اونها رو از صفر مدل سازی کنیم، به همین خیلی ممکنه که کم پیش بیاد از این درها استفاده کنین و فقط با هدف معرفی من اینا رو به شما ارائه دادم و دیگه جزئیات اون دوتا درها رو بررسی نمی‌کنیم. با همین منطق تدریس من این منوی مربوطه رو مجددا باز میکنم و این بار در مورد ویندوز های پنجره هایی که 3D Max در اختیار ما قرار داده یک موردشون رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب آونینگ مورد اولی هست که این داره، به این صورت هست که اگر کلیک درگ بکنید پهنای اون پنجره ساخته میشه. موس رو رها میکنید، عمق پنجره رو براش تعریف میکنید و اگر موس رو به سمت بالا بیارید خود بدنه پنجره اینجا کامل میشه. من کلیک راست میکنم تا از ابزارم خارج بشم، آلت و کیو رو بزنیم که توی صحنه تنها بشه، به سربرگ مودیفای بریم و ببینید که دوباره ایده خیلی مشابهی داره. شما اگر که خودتون این پارامترها رو هم بررسی کنید کاملا ازشون راحت سر در میارین، اما من یک موردش رو براتون توضیح میدم. شما میتونین هایت یا ارتفاع پنجره رو تغییر بدین، پهنای پنجره و عمق پنجره که طبیعتا من دوست دارم عمق کمتری داشته باشه و بعد بیایم قسمت فریمینگش، میبینید که چجوری اون قاب فلزی حالا یا چوبی که دور این هست کاملا تحت کنترل ما چجوری باشه، ضخامتش به چه اندازه باشه. موقعی که ضخامتش رو تغییر میدیم مشخص اینجا چه اتفاقی میفته و بعد این قسمتی که خود پنجره قرار داره اون قسمت شیشه‌ایش رو میتونین کنترل بکنین و بیایم اینجا میبینید که دوباره کادرهایی که تعریف شده برای اون، یا اینکه در واقع چند تا پنل باشه، آیا 2 تا پنل داشته باشه پنجره من، و در اون قسمت آخر هم نوشته اوپن ویندو. وقتی این جابجا می‌کنیم ببینید که چجوری این پنجره میتونه باز و بسته بشه. اگر که به این صورت نمی‌خوایم پنجره رو استفاده بکنیم میتونیم با ابزار روتیشن ما اون رو 90 درجه بچرخونیم. انگل زاویه رو من روشن کردم، اسنپ زاویه رو من روشن کردم و بعد اینو 90 درجه بچرخونیم، روی زمین قرارش بدیم و این بار حالا پنجره رو درست کردیم که توی جهت نرمال تری داره باز و بسته میشه. خب ببینید که عین همین پارامترهایی که اینجا هست و با ایده کاملا مشابهی چندین نمونه پنجره دیگه هم اونجا داره، اما باز هم تاکید میکنم از اونجایی که اینها خیلی پنجره‌های از قبل آماده و فرم‌های واقع گرانه‌ای هستن در موارد کمتری برای ما مصرف دارن و ما معمولا توسط گرافیست ها یک دیزاین ویژه‌ای به ما داده میشه و ما باید از طریق ابزارهای مدل سازی 0 تا 100 اونها رو بسازیم، ولی خیلی خوبه که آگاه باشیم که چه این چیزایی اینجا وجود دارن. بریم سراغ گزینه بعدی. من به سراغ بخش استیرز یا پله‌ها میرم. ابتدا یک کلیک راست بکنیم و آن هاید کنیم هر چیزی که هاید بود و یکم ویوپورت رو خلوت کنیم. من همه چیز رو انتخاب میکنم، پاک میکنم و اینجا 4 نوع پله رو در اختیار من قرار داده، استیرز یا پله ها. اولین مورد به این صورت هست که شما کلیک درگ میکنید، پهنای پله معرفی میشه، عمق پله رو مشخص میکنید و وقتی که به سمت بالا میایین میبینید که چجوری پله من ساخته شده. خب من کلیک راست میکنم از ساختش خارج بشم، تو سربرگ مودیفای بیایم و باز هم توضیح بدم عین همین گزینه‌هایی که برای پله شماره 1 داریم برای بعدی هم داریم، اما تفاوت کوچکی که اونا با هم دارن رو هم براتون توضیح میدم. خب اولین گزینه این که پله اوپن، منظور تک پله ها جدا قرار گرفتن برای اون سطحشون. اگر کلوز رو استفاده کنیم ببینید یک مجموعه پله گویا با مصالح ساختمانی انگار ساخته شده به هم پیوسته، و اگر حالت باکس رو انتخاب کنیم ببینید حالت زیر پله رو ازش میگیره و این کاملا یک حجم پری میشه. خب در قسمت بعدی شما میتونید براش استرینگرز بذارین، یک حالت محافظ ها این کنار بذارید، یا طبیعتا دستگیره‌های در رو بذارید و ارتفاع اونا قابل کنترله. من پایین‌تر میام، قسمت لی‌اوت ما میتونیم کنترل بکنیم که این پله ابعادش به چه صورت باشه، پس پهنا و درازای این قابل کنترله و اینکه چه تعداد ما پله داشته باشیم از طریق این دو گزینه بعدی در دسترس ما قرار دارن. اگه اینو افزایش بدیم می‌بینید اولا ارتفاع پله ها کنترل میشه و حالا اگر که این پین کوچولویی که کنار این گزینه وجود داره با کلیک کردن روی اون فعال نمیشه، شما کافیه که این رو پین بکنید و اون آزاد میشه. تعداد پله ها رو میتونید دیگه از اینجا کنترل بکنید. وقتی که این گزینه فعاله شما بر اساس تعداد پله ها میتونید تصمیم بگیرید. وقتی که این گزینه فعاله ببینید که چجوری تعداد پله ها به این شکل و هر کدوم از اونها رو که فعال میکنین طبیعتا بقیه از کار میافتن. خب میبینید که
ما چه کنترل روی تعداد پله ها داشتین. اما اگر داستان رو ادامه بدین گزینه های دیگه اینجا هست که من فعلا وارد انشعاب زیاد این گزینه ها نمیشم، به این دلیل که مسائل بسیار مهمتری هست که فعلا باید یاد بگیریم و اینا اهمیت بسیار کمتری داره. اما در مورد اینکه پله های دیگر به چه صورت هستن، اونها هر بار یک خم رو به خودشون اضافه میکنن. تصور کنیم ما الان یک ردیف پله به یک سمت داریم. L تایپ به این معنی که شما وقتی کلیک درگ میکنین و موس رو رها میکنین یک فرم L مانندی از پله رو برای شما میسازه. میبینید که یک پاگرد داریم و این پله دور زده. خب حالا مورد بعدی که داریم اینه که یک بار دیگه هم پله به این سمت دور میزنه، یعنی من اینو میسازم به این سمت میام و ببینید که چجوری یک جهت اضافه بر سازمان نسبت به قبلی داره. و اون آخرین مورد هم به این صورت هست که پله پیچان برای ما درست میکنه. کافیه که کلیک درگ کنین یک شعاعی رو از شما میپرسه و بعد موس رو رها میکنین به سمت بالا میایین، ببینید که چجوری پله پیچان رو برای ما ساخت و تمام پارامترهایی که داره همونطور که میبینین کاملا بین همشون مشابهه. اما خب طبیعتاً بابت فرم متفاوت ممکنه بعضیاشون گزینه‌های بیشتر یا کمتری داشته باشن. خب با این توضیح قسمت پله ها هم تموم میشه و ما کامند پنل رو به این صورت کاملا بررسی کردیم. برمیگردم روی استاندارد پریمیتیو میذارم و بیشتر کار ما اینجا خواهد بود و درس اینجا پایان پیدا میکنه. در این درس به موضوع تنظیم واحدها یا یونیت ستاپ در 3D Max میپردازیم. تصور کنید که وظیفه ما الان اینه که یک اتاق 3x4 رو در ویوپورت ترسیم کنیم. خب من با یک باکس شروع میکنم، کلیک درگ میکنم، حدود باکس ساخته میشه و سعی میکنم در مبدأ مختصات باشه این باکس، جی رو بزنیم که براکت بره. و اگر که به سربرگ مادیفای بیایم و تنظیماتش رو نگاه بکنیم، نیاز داریم که بهش بگیم که دارای طول 4 متر و عرض 3 متر و ارتفاع 3 متر باشه. اما مسئله این که داریم اینه که این اعداد بر اساس چه مقیاسی هستن؟ آیا اگر اینجا من 4 3 و ارتفاع 3 رو تایپ بکنم آیا اینا به متر؟ یکم غیر عادی به نظر میاد، خیلی کوچک شد. خب برای اینکه بتونیم تعریف بکنیم اعدادی که در اینپوت باکس هایی که 3D Max داره بر اساس یک مقیاس باشه، باید ما مراجعه بکنیم به قسمت کاستومایز، به بخش یونیت ستاپ و اینجا دو راه داریم برای اینکه تشخیص بدیم مقیاس هامون تو چه اندازه استانداردی هست. راه اول این که روی سیستم یونیت ستاپ کلیک بکنیم. اینجا یک توضیحی به ما داده، گفته که یک یونیت 3D Max برابر با 1 اینچه، 1 یونیت مساویه با 1 اینچ. خب میدونین که گرید های 3D Max یعنی از یک نقطه گرید تا بعدی طبق چیزی که اینجا نمایش داده ما 10 یونیت هست، یعنی اینکه از اینجا تا اینجا، پس طبق این تعریف 10 اینچه و میتونیم اینجوری با چشم تشخیص بدیم که حدوداً این خونه چه در واقع ابعادی داره بر اساس اندازه گیرید. اما این کار سختیه. باید کاری بکنیم که این مقیاس رو حالا بر اساس اینچ، سانتی متر یا هر چیز دیگری در کنار اعداد به من نمایش بده و این شکلی نباشه که اینجا مشخص نباشه که چه مقیاسی داریم. برای این کار کافیه که در قسمت دیسپلی یونیت من به جای اینکه جنریک یونیت رو فعال بذارم روی حالت متریک کلیک بکنم و میبینید که در واقع اون مقیاس هایی که برای ما در ایران قابل استفاده هست بر اساس میلیمتر، سانتی متر، متر و کیلومتر اینجا تعریف شده. خب باید تصمیم بگیریم که اون چیزی که ما می‌خوایم بسازیم بهتره که با کدوم از اینا مقایسه بشه. طبیعتاً اگر ابعاد یک اتاقی رو ما می‌خوایم بسنجیم بهتره که بر اساس متر رو بسنجیم. من این رو حالت متر تنظیم می‌کنم و وقتی اوکی می‌کنم به اینجا توجه کنید که بله میبینید که چجوری M در کنار اینا ظاهر میشه، به معنی اینکه اینا بر اساس مترن. حالا اگر که مجددا به قسمت یونیت ستاپ در کاستومایز بریم و بر اساس سانتی متر بذاریمش، میبینید که به من نشون میده که اون عددا در مقیاس سانتی متر چه عددی رو دارن. خب من برمیگردونمش روی حالت در واقع متر، اوکی میکنم و میبینید که مقیاس ما کاملا اشتباه بوده. اینا 1/10 در 700 متر چیزی که ما بدون داشتن این واحدها تایپ کرده بودیم. بعد اینو توضیح بدم که خیلی خیلی برای 3D Max مهمه که آبجکت ها و اشیاء شما در مقیاس تقریبا نزدیکی به آن چیزی که در واقعیت هستند ساخته شده باشند. اگر که آبجکت های شما خیلی خیلی کوچک باشن، مثل این مثال که الان می‌بینید که اتاقی که من ساختم چه اندازه‌ای داره، اگر که ما یه کپی از این تهیه بکنیم تا بتونیم بعد از اینکه من اینو اصلاحش کردم مقایسه بکنیم، طبیعتاً من اینو میذارم روی حالت 4 متر در 3 متر عرض و ارتفاع مجددا 3 متر. می‌بینید که چه اختلاف فاحشی رو ما داشتیم با اندازه درست این در دنیای واقعی. خب پس خیلی مهمه که توی اندازه‌های درستی کار کنیم. در غیر این صورت 3D Max در حین نورپردازی کاملا دچار اختلال میشه، در حین سیستم
استخوان بندی برای فضامون و کاراکترهامون کاملا دچار مشکل میشه، در هنگام پردازش و شبیه سازی چیزایی مثل پارچه کاملا دچار اختلال میشه. خیلی پس مهمه که ما در مقیاس‌های نزدیک به مقیاس واقعی، اما اگر که برفرض اگر دقیقاً مقیاس درست ما اینه و شما مثلا کمی اینو کوچیک‌تر بسازید، هیچ ایرادی در کار ما ایجاد نمی‌کنه، اما اختلافات فاحش برای ما دردسرساز خواهد بود. پس از اینکه ما اعداد مناسبی رو در مقیاس مورد نظر تنظیم کردیم، میتونیم مجددا به قسمت یونیت ستاپ بریم و اون رو روی جنریک برگردونیم تا اون کلمه متر مثلا اینجا نمایش داده نشه، یا حین مدل سازیمون مثلا ممکنه اعداد خیلی ریزی بر اساس متر به ما نمایش بده و وقتی که شما مقیاس رو عوض میکنین، آبجکتاتون در اندازه اصلی درستشون باقی میمونن و هیچ اتفاقی هم براشون نمیافته.